think. قبل از هر گونه ارتباطی فکر. Think before you act. فکر کنید قبل از اینکه اقدام کنید. و درد ما جامعه هستیم که اول اقدام میکنیم بعد فکر میکنیم. هیچ وقت فکر کردید فرق آدم‌های موفق و ناموفق گاهی اوقات در دو تا واژه بیشتر نیست؟ انسان‌های موفق میگن اول شناخت بعد شتاب، آدم‌های ناموفق میگن اول شتاب بعد شناخت. همین دو تا جمله، همین دو تا نکته رو دقت کنید. چون حال فکر کردن نداریم و آنقدر درست فکر کردن در هر پدیده مبادله، ارتباطات، اقتصاد، زندگی و مدیریت مهم است که باید یاد بگیریم درست فکر کردن.